یعنی فکر همه که با کمری میاد کمر نتونه بلند شه من نرم کردن کمرمو خوش اصلا یه دردی داشت اون دردی برطرف شد خدایا نه من تصادف کردم خب اینجام خورده رو سنگ خب دیگه من پشتشو نگرفتم همینجوری مون بعد یه بارم با خواهر تصادف کردیم موندم لای مثلا صندلی از اون موقع دیگه الان خیلی اذیتم میکنه چند سال الان تقریبا 10 سال میشه 10 سال آره کار سنگی نمیتونم انجام بدم الان من زمین گیرم کردم یه روز به روز بدترم میشه بشین الان بشین دوباره بلند شو نه الان مثلا فرق کرد آره مثلا دارم میگم من 100% 60% 70% چقدر فرق داره یه بار دیگه بشین پاشو من نرم کردن کمرمو خوش اصلا یه دردی داشت اون دردی برطرف شد خدایا یعنی الان 70 80 چند درصد تقریبا 70 80 درصد فرق کرد خدایا خدا رو شکر اصلا نمیتونستم بلند شم الان که استفاده میکنم خیلی خوب شده خدایا اصلا نمیتونستم بلند شم جهت ثبت سفارش روغن پنکیلر قاتل درد عدد 7 چیکار کنم واسه من کامنت کن